بسم الله ما شاء الله وما فيش حارس إلا الله. هی مرا گوش کن، تو میدانی من کیم؟ تو چه میره بدکتا هی یارم کیا کرو. هی پرخر، هی قروس در کجا بدی ها؟ چی باید دو گودکی مرا نگاه نکدی؟ راست دیگه من همی خط اجداد کده استم، تو مرا گفتی که من اوساقلی میام، تو اظهار محبت کردی، کی میام با من اوساقلی؟ آخی کلچه کردن گفته اوساقلی میره، گفتم صورت دختر نشان ده، صورت نشان دادم و خانه سلام کردم. یا بدولو بیتی بیافسیگده ای پس ویدیوت مینیا دراغم نکوده. من ترا هیچ وقت نمیبخشم، ترا خدا انصاف تا گرفته بده، ای خیلی مردی به انصاف بدهیده. حالی به اگه چی من بگم باید ترکم جانی دل میں کب سے ہے تو جب سے میں ہوں تب سے ہے تو حیاتای تقدیرای. شما از مایه‌های نالازم رنج میکشید یا در مهاجرت از درد میان و پا و دست خنک زدگی، پراستیت، سوس بودن مردانگی، عصب و ریختن موی سر رنج میکشید؟ پس برای صفت خوب رو به دست آوردن تنها با این رقم ها تماس گیرید. اپیدمیوم پسته برای با قوت کردن بدن و مردانگی، خنک گرفتگی، رگ کشیدن پای ها، سمیون برای شخصانی که اشتها ندارند، خراب هستند و میخواهند وزن گیرند، همچنین برای ورزشکاران نیز پیشنهاد کرده می شود. سلام عزیزان دل، مخلصان و هواداران برنامه 10 شرط. برنامه نوبتی ما با اشتراک مهمان نو، خانم بسیار زیبا و خوش سخن و خوش چقچق که زیاد درخواست کردید که او را به برنامه خود تکلیف ساخته باشیم و این لحظه ها مهمان ما هستند حجم نگار و سراینده جوان خوش صدا گوهر کلابی. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین از رحمت کلام. سلام به هم مردم تاجیکستان، سلام به هم مردم غریب. این با شاهدی شما در برنامه 10 شرط با درخواست های شما من اشتراک کرده ایستادم. هر یکی شما رو با کانال تاجیکان گروه خوش آمدید میگویم. همه وقت سربلند باشین، خانوباد باشین و از شما همین ندار که در این برنامه ما رو دعوت کردید. زنده باشید و شما برنامه ما رو تماشا کرده اید. بله. و موگم بونیز با شما در برنامه ما اظهار محبت کرده بود. بعد آمدن اوساقلیان نه آخه همراهش نکستم. و اگر که شما همین 10 شرط ما رو پورا اجرا کرده توانستید از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی توفه کرده می شود. سلامت باشین. آماده باشید، مرامت شروع میکنیم، وقت بینندگان رو نمیگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نقش زن بد را اجرا کنید. شما حجم نگار هستید، فکر میکنم که از اجرای این شرط باید که به یگان دشواری برایید. خیلی شرط ما اجرا میکنم، خیلی شما رو در رول میدازم. مایلش من یک لحظه همراه شما گویا که در اگون صحنه‌چه اشتراک دارم. بله. هی پرخر، هی قروس در کجا بدی ها؟ چی باید دو گودکی مرا نگاه نکدی؟ مرا بعد دو گودک پرتافتی؟ داشته فکر نمیکنی که من چی حال دارم؟ کوالی میتی میدادگید ها؟ کوالی میتی که تو باید مدبتی؟ من ترا هیچ وقت نمیبخشم، ترا خدا انصاف تا گرفته بده، ای خیلی مردی به انصاف بدهیده. خیلی سراینده شدی همین خیلی میشود دیگر. سلامت باشی. زنده باشه. به شرط دیم رو میبینیم. پیرخر من گفتم. مالا چی یوشخر نیو پیرخر. یک رقصی هندگی کنه. نه. ما در چرتولیتکا شما میبینیم که شما بسیار رقصای هندگی میکنین، سرودای هندگی میخونین. فکر میکنم که از اجرای این شرط هم باید به خوبی براین. سلامت باشین. خیلی من رقص هندگی میکنم، نه که سرودش قطعی میخونم میکنم، من خیلی نمیتونم. هم میسرین هم میرقصین. بهترین میشود مرامت. تو چه میره بدکتا ہے یارا میں کیا کروں، تو چه میره بدکتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں
من وقتی سرود بخونم رقص کردم نمیتونم. بعد میدونه که چی خوندین؟ ها چی گفتین؟ خیلی که این چیز ده چه خیلی ترجمهش به زبان تاجیکی چی میشه؟ ترجمهش به زبان تاجیکی یعنی اظهار محبت به همون شخصی هست که در زندگی بسیار قدر دارد. خیلی امی سرودای این دیگه همه شعری عشقی و عشق کدوم گفته که من در عشق دلش پیدگی هم خیلی منوش هم خیلی بود. من عشق تو بیزارم. من شرط دیگر رو بگیم. با موگم بزنگ زده با او گوید که کی خواستگاری می آید. در برنامه گفته بود که شما رو دوست می داره. این باودش وفا نکده. انا که خطر ایستومه را یه نشانتیم. کی میوین ما از انتظاری؟ اگر تلفنش کشتگی نبود. یه بار پرسید مفتم یه پرسیدش. مخلصان عزیز ما قبلا به نفرانی که زنگ میزنیم نمیگوییم که به شما زنگ میزنیم چون ساختکاری میشود. از همین خاطر این واقعی است. از برنامه ما زنگ میزنیم. یگان ساختکاری نیست که مثلا ما قبلا گوییم که ما با شما زنگ میزنیم شما فلان فلان. مگم با نمیدوند که گوهر بانو در برنامه ما شرکت دارد و با او زنگ میزند. یک کدوم رفت. الو کش تلفنه؟ خوش ایسر زنگ میزنم. نگیرم. الو سلام علیکم. سلام علیکم. سازی الهام خوبی؟ نمیشه اما شکری خودم. راست دیگه من همی خط اجداد کده استم تو مرا گفتی که من اوسقالی میام تو اظهار محبت کردی کی میام با من در اوسقالی؟ برای اینکه پاکستان 13 با از پاکفریلو بگو. اکو چی با؟ از پاکفریلو بگو. من ای دیوانه شری دیوالو مده بالو. اکو تو چی با در برنامه ما در اظهار محبت کردی؟ همینجا شوخی بود شوخی کردیم من. که شما گفتنی که گوهر بلا شما برنامه بله ده؟ بله اکا الهام خوبی؟ نمیشه آره این همی اپای گوهر میگه که نیامد اوسقالی میگه ما ره نگه کنی را چشمام خیره شید. آخی کلچه کردن گفته مساقالی میره گفتن صورت دختر نشان ده صورت نشان دادم خانه سرم کردم. بای گوهر میگه که اکا الهام مو نداره میگه مرا شبا میترسم. نه دروغ میگن. میگه مرا میفوره که مو داشته باشه اموش بکشم. همون پاری کم اگر هم چسبونی. گب نیست سلامت باشی از رحمت کلام. مالی سلامت. سلام رسانی. زنده باشه. مرحمت شرط دیگر رو میبینیم از اجرای این شرط. باور که سر من درد گرفت. ولی برنامه سر نشیدن. در یک دقیقه یک سیب رو خوره. نه سیب ما یکم چیزی به زیب نموندیم که باز سیبی نو سیبک سرخ سیرا شیرین است و خوردن با میگویم سیب بخورم. بله یک دقیقه ده بیا قلنیم شب بخورم بیا یک دقیقه مونه. اپراتور ثانیه ها را میبیند یک دو سه تست من هم میتونم به در دقیقه خورده و خیلی میخورم تو سکن. بود نشید به بعدی برنامه میخورمش. سیبک سرخ سیراب شیرین است و خوردن با رنگ گرویش گلمانه شیرینیش مثل قند. زود باشه شما خیلی خورده سن سپید نمیکنه. هاچ خیلی بخورم دیگه همه کامیتونم. خیلی بوی با مزهش برو اومد. مخلصان نگه که گوهر
3 دقیقه خورد خلق مخلصا چاوتی نیم دقیقه دم اخرم با مزه مزه وقت شد نیولیم از جا بدونه شما نیاری دیگه هم با مزه هم به حضوره آن وقت من را بس سری بخورم این از تو شما میخونه که برنامه ما تمام میشود وقت شما به انجام رسید حرف یکی میتونه که شما دوام شب بخوریم بعد برنامه رحمه زنده بسیار با باشید. مزه با مزه بده برای شرط دیگر رو میبینیم سه خوردون دیگه تمام با 5 زبان سرود خونید من میدونم که شما با چند زبان سرود میسروید از همین خاطر من شرط رو موندم چون مخلصان بسیار خواهش میکنن که مهمانان ما سرود خوانده باشن همین 3 و بعد همین سرودا مدادی زور میشیده مرامت یکم با زبانی تاجیکی خودمون باشد اول زبان تاجیکی است بعد دیگر زبان ها میشنویم بله 4 مصرعی فقط گرد نیست این شامی سیاه بختی مرا هم سفر است آچم زی علم های دلم بیخبر است 100 لاله و صحرا در میان افتاده این زنده جدایی چه جان دردی سر است سلامت باشین با زبان دیوم با زبان دیوم روسی روسی میخونه Я буду любить тебя всегда и пусть ведет меня дорогам никуда. Моя душа, она только с тобой или нужен мне никто другой. Я буду беречь тебя всегда и пусть ведет меня дорогам никуда. Моя душа, она только с тобой или нужен мне никто другой. Или нужен мне никто другой. زنده باشین بهترین دیوم بوده؟ بله دیوم سیوم سیوم اندیسکی هندوگی जानी दिल में कब से है तू जब से मैं हूँ तब से है तू मुझको मेरे रब की कसम यार रब से पहले है तू हाँ यार रब से पहले है तू زنده باشه چهارم هم میشنوه با چهارم زبان چهارم ایرانی ایرانی اکنون این تاجیکی میشود این خیر عربی عربی بسم الله ما شاء الله وما فيش حارس إلا الله ونسيل أبو أي أصحاب فتنة محمد استنا زنده باشه پنجم زبان 5 زبان ازبکی ازبکی او دنیاشlarga بود قسمتga ne bursa har bur inson adolatga zor yuray bu dumonda orzu baxt bu dumonda qayg'u dard ortida najot so'ra adolatga zor yuray hayotday taqdiray qaysi bay baxt yashay faqat زنده باشین فکر میکنم که مخلصان برنامه ما با 5 زبان سرودها رو شنیدن حلاوت بردن واقعا هم صدای زیبا صدای شیرین ترانه های مرغوب و مشهور رو خوندید بیا شرط دیگر رو میبینیم برنامه ما دوام دارد یک لحظه با مرد مست تقلید کنید
مست مرد پیان زدگی یک شیشه را آنم خیشتم خطونه دیگه با من بازی کنم نزنین یکی همین فقط برنامه رو زدین ترسونیم کردین دیگه خیلی هم از من نزنم چه نه بشه خشمو نزنین هی مرا گوش که تو میدانی من کیم من میدونم آخه کیته میدانی مرا کی میگن من میدونم کی یک جایی مرا گوهری کلوبی میگن با من شوخی نکه تو باید در اینجا یک چیزی شروعی میماندی که من میخوردم نه که تو نماندی نه که تو جواب میتی میدونی همیرا بنا نگفته سه که باید میخوردی نه بانان اما ما چکار از ترسه که شما کلوب میزنه گفتن بنا نموندیم در نه تو باید در اینجا یک شیشه میماندی ما نفهمیدیم که خودت میزنه سلامت باشی اگر نمیموندیم دو شیشه میمونده نه هم سفید چه میموندیم هم سرخشه زنده باشین زنده باشین. همه شوخی بود بله شرط دیگر رو میبینیم خیریت استغفرالله ما اهل بیتی و شیشاش نیستیم خیلی خاطری برنامه تون اشتراک کنید خیریت نزدیم در 1 دقیقه نوشاکی یک نوشاکی لیتری اسکالا رو نوشه انا باور دارم که من برنامه یا تا خونه را گشنه نمیرم زنده باشه منم من را نخرم چی میشه؟ اکی را باید بخرین شما گاز شناب رو واردم خیلی خیلی یک تا بگاز نمیره نوشاکی بگاز میرویم بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3 چخیله باور که درونم دا ایش یا مرا کشتنی هن دوستانی عزیز یه بار من دیگه میره اول برنامه دارم میتونی تشنه بدم یه لیترا خوردم زود باشه زود باشه زود باشه 30 ثانیه گمون ای 30 ثانیه ده 3 تگه میخورم زود باشه زود باشه چشم زود بخوریم؟ باشه نه من نمیخوام من سیرم 15 ثانیه گمون خدا جانمه یه بار دیگه باید که اون قطرش نمونه مخلصا همه ای خاطر شما باید باور کنه شکر خدای من این نقطه خدا تکه اولی میدونی پس اون غم میته باور که گازوش نه گاز نه باور که گازم نداشت از گاز قیمتش ده گازم نمیدونم زنده باشه یوپی بود من چیم حساس کده زدیشی با یو پیش برواردی زنه کم گرفت خیلی چکا کنم خاطر مخلصا با یگان دوگانه تان زنگ زده است $100 قرض پرسه بسم الله الرحمن الرحیم این دوگانه من همین قرضه بسم الله قطعی میگویم میدونه که قدر در شرایط قرض نمیتن با کی زنگ میزنه حاضر خیمه زنگ میزنه میفهمین که کی باشه حاضر برداره تلفن غیر این مرگج که قرض نمیتن نگن که برنامه دهیم باید نفهمم نمیگیمش الو سلام علیکم و علیکم السلام اپا جانی خودم چه خیلی میشرم ما جوان خود سازی خوبی میشه اپا جان راست دیگر نمیس روش نه $100 در کار میداده میتونه قرض چند در کارت $100 جوهر جان ها جان نمیشه هفته دیگه روزی 27 زنگ بزنی اکی چی با آخه وقتی گیری کنار میشه و همون وقت زنگ بزن ولی نتیمتا من گم نیست اپا جان همیشنم اگر چی ضروری داد باشه تو مگم بار زنگ بزن ما باری باید دیگه میکنم گم نیست اپا هزار رحمت کلان زنده باشی خب خیلی
کی بودن زنگ زدی نگفتی؟ این شخص اپای گوهری یوانی نبیره کمپیره که بابای میرگم. شما هم گوهر اون کس هم گوهر. بله. هر شما گوهر من جوهر. میشم. من هم شرط دیگر رو میبینم. گوهر و گوهر زنگ زدن خدمتیت کنه که دیگونه ندادن. در 1 دقیقه 3 پفک رو دم کرده کفونه. بیا همه گازی که ازی دادنم کو با همو دم میشم. بیا کو همی تا غاوسیه کی غاوسه خبو میرویم 1 2 3 باید که با نفس کفونید با دست نه زود باشه اولی به اگه چی من بگم باید ترکم برای اگه چی بگم باید ترکم بگم و نتونست خیلی مخشرو زود باشه که شما وقت رفته استاده است کلان نمیشه ایخه نمیشه کلان همون بای مادر پانی دام یورد ایشه با دست نیشه با نفس کفونه کلان کنید دیگه نمیشه زاگر بو چی گازا کجاشی گازا وای ما که گازا ارسکولا شورین موریو میاو نمیکنی سلامت باشه زنده مخلصان عزیز مرحمت اخیران شرط رو میبینیم ترس میشم گیرم ایش دهگو یک لطیفه شوخ نقل کنید انا افندی لطیفه راست دیگه ما یک روز با اپیمی گوهر سیونکه داشتیم و را در رفته سبدیم گفت که دگانجان مرا میفوره که با درجه بارون ببوره که همی طوری سرم خیلی بارون ببوره من خیلی راحت کردم که همی بارونوی همی تیرم و بهار یاد کردم با من گفتم آخی دگانجان میبوره مرا نمیفوره خیلی چی دیت نمیفوره من گفتم که آخی دگاناز بارون میبوره طور سر ما و تو میرزم میدونی چی گم میشه گفت چی گم میشه گفتم آخی همی روی خودمون دیده است که افتان استروی که میتا پول جازی میشه مکیاژ ما داره پول می افتان استروی که میشه خیلی تلفن نه افتان استروی که میتی رو پول فوتوشاپ میکنی همه چیزی تلفن رو دالی میشه روی ما خیلی میشه دیگه مخلصان نمیشناسن بله زنده باشید و تشکر میگیم به شما که در برنامه ما شرکت ورزیدید و شرط ها رو نیز خوب اجرا کردید به خاطر مخلصان به خاطر تماشابینان برنامه 10 شرط شده و چون ما در آغاز برنامه وعده کردیم که به شما هنگامی که اجرا میکنید شرط ها رو پوره 200 سامانی توفه کرده می شود و دوستان عزیز چگونه که در آغاز برنامه ما وعده کرده بودیم گوهر بانو من 200 سامانی رو برد کردم سلامت باشین دبر میاد 200 گایم ولی کریزی سر سلامت باشین هزار رحمت دوستان عزیز این همه به خاطر شما بود و درخواست های شما بود و چخیلی که در همه برنامه ها از یگان سخن شما ما رد نکردم و در این برنامه هم نخواستم که دلشکنی برای شما شود هزار رحمت کلان دوستان عزیز همه وقت با ما باشین همه وقت سربلند باشین و دستگیریتان را در ما دریغ ندارین ما همه وقت در خدمت هر یکی شما هستیم خوش آمدید بار دیگر خوش آمدید و در کارهای من بعده شما با شما برای کامیابی های نو رو تمنا میکنیم سلامت باشین هزار رحمت بینندگان گرامی مهمون برنامه 10 شرط بودند آوازخوان و حجمنگار جوان خوش صدا گوهر کلابی خیر تا برنامه های دیگر